اما چرا تجار بعد از اینکه شکست بخورن، بعد از اینکه ورشکسته بشن یا ضرر بکنن، میبینی با قدرت دوباره برمیگردن؟ طرف همون ابتدا میفهمه که این شرکت، این فرد، این آدم رو میشه برای کارهای بزرگ در نظر گرفت یا در آینده باید باهاش کار کرد، چون راحت اقامت. بعد از اون چی؟ سلام، وقتتون بخیر. مجید مجیدی هستم با قسمت دیگری از پادکست فرامرز گپ در خدمت شما است. فرامرز گپ بستری هستش که ما با دوستان فعال در حوزه صادرات، تجارت بین الملل گفتگو میکنیم، تجربیاتشون رو میشنویم و سعی میکنیم اون مسیری که رفتن رو تا حدی برای شما شفاف کنیم که شما اگر قصد ورود به این مسیر رو دارید با چشم بازتری وارد بشید. امروز در خدمت که دوستان من هستیم آقای علوی عزیز، جوان فعال به صورت تخصص تو بحث توسعه بازار بین الملل و مشاوره ارتباطات تجاری بین الملل در حوزه GCC با شرکت‌ها کار میکنن و بحث امروز ما محوریتش عمان هست، کشوری که الان خیلی هم جذاب شده، تبلیغات زیادی میشه برای به خصوص اقامت و خرید ملک در عمان. میخوایم با آقای علوی بیشتر با بازار عمان آشنا بشیم. خودشون معرفی میکنن، میریم تو گفتگو. آقا بفرمایید. عرض ادب و احترام، علی علوی هستم، مدیر عامل شرکت بازرگانی مشار تجارت اروند و مدیر روابط بین الملل هلدینگ القاعده عمان و اوور ایونتس در عمان که تو حوزه تخصصی کار توسعه سرمایه گذاری، توسعه کسب و کار و برگزاری رویدادهای تخصصی توی عمان رو انجام میدیم. خیلی هم عالی. آقا یه سوال شروع بپرسیم، چند سال الان توی این موضوع ارتباط بین الملل داری کار میکنی؟ من تقریبا از سال 96 توی کشورهای عربی فعال هستم با مدیریت اجرایی مجله صنعتی و تجاری لاله‌زار به زبان عربی و بعد از آن رایزنی اقتصادی تو بخش خصوصی به عنوان نماینده شرکت‌های ایرانی تو کشورهای عربی که نقطه شروع این کار از بازارهای عراق بود و به مراتب توسعه این کار توی کشور عمان، امارات و دیگر حوزه GCC توسعه یافت. آفرین. آقا درباره عمان یه خورده بیشتر ما رو آشنا بکن. ما از بیرون خیلی میشنویم، نمیدونم عمان دبی بعدیه، عمان در مسیر توسعه است، الان به خصوص تو حوزه املاک من شنیدم خیلی تبلیغات زیادی میشه، ثبت شرکت و اقامت عمان. حالا ما بحثای کلیشه‌ای که چقدر جمعیت داره و اینا که تو اینترنت سرچ بکنیم هست. کمی درباره خود بافتار فرهنگی عمان، مدل تصمیم گیری هاشون، جنس خرید کردنشون که برای ما باز میکنی بشناسیم عمان رو. خدمت شما عرض کنم بحث عمان چرا برای ایرانی ها و ایرانی هایی که بخوان بیزنسی یا کسب و کار یا اقامتی خارج از ایران داشته باشن در زمان فعلی جذابتر از جاهای دیگه شد. به خاطر اینکه ظرفیت عمان تازه برای ورودی های جدید باز شده و بستری فراهم شده، به ویژه با روی کار اومدن سلطان جدید که این توسعه تجارت بیشتر اتفاق بیفته، امتیازهای بیشتری برای شرکت‌های خارجی در نظر گرفتن از قبل ثبت شرکت با مالکیت 100% و اقامت و غیره. اما ببینید اینا جریاناتی هستن که تقریبا بیشتر کشورهای در حال توسعه ایجادش میکنن. اما برای اینکه ما تو اون کشور موفق بشیم باید ببینیم چه عوامل مؤثری وجود داره، چه قوانینی وجود داره و چه استانداردی لازمه که ما ورود کنیم به اون بازار و توش فعالیت داشته باشیم و موفق بشیم. حالا شاخصه موفقیت ما میگیم استمرار در بودن در بازار. الزاما نیستش که من به یه عدد قابل توجهی برسم یا به یه موقعیت کاری خوب برسم بگم موفق شدم. نه، هر موقع ما تو اون بازار تونستیم بمونیم و موفق بشیم که خدمات بیشتری داریم ارائه میدیم و حضور داریم. حالا بازار عمان به صورت تخصصی، خب عمان یکی از کشورهای GCCه. بله. و GCC متشکل از 6 تا کشوره که حالا تحت عنوان شورای همکاری خلیج فارس این قوانین رو برای خودشون تدوین کردن از قبل تردد و غیره. پس افرادی که میخوان اونجا اقامت بگیرن، ملک بخرن، یک سری از این مزیت‌های تعریف شده رو به دست میارن. اما واقعیتش با توجه به خب بستر صحبت ما که تجاری هستش، ما اونجا فقط
اقامت گرفتن و ملک خریدن به ما نمیتونه کمک بکنه، چون یه شاخصه های فرهنگی وجود دارن، یه شاخصه های محیطی وجود دارن و یک سری شاخصه های قانونی وجود دارن که اگر ما در مرحله اول اونا رو نشناسیم، بهشون عمل نکنیم و در واقع باهاشون سازگار نشیم، شاید بار اول بشه یه کار کوچیک انجام داد، ولی اون شاخص موفقیت یا شاخص پایداری که بخوایم تو اون بازار مستمر عمل بکنیم اتفاق نمیفته. حالا دلیل این که خیلی از هموطنای ما یا خیلی از ایرانیا با شوق و ذوق زیادی میان اونجا تبلیغ میکنن، اقامت بگیرن، فکر میکنن که یه کشور نوپاس خیلی ظرفیت داره و راحت امتیاز میده و این شاید بگم یه تکنیک تبلیغاتیه برای اینکه شما بیای و گیر کنی توش. ببینید چطور باز کن، جالب شد. ما الان اونجا یه مجموعه هستیم که تقریبا 12 سال حضور داریم. هلدینگ القاعد بیش از 12 ساله که اونجا به صورت مستقیم حضور داره و دفتر داره و فعالیت داره و داره کار میکنه، اما هیچ موقع تبلیغ نمی کنیم که آقا بیا اینجا مدینه فاضل است. ببینید معمولا کشورهای عربی برای اینکه ظرفیت‌های محیطی خودشون رو فعال کنن، یعنی قوانین رو در نظر میگیرن که آقا بیا کارخانه تولید کن، به مثلا کارخانه تولیدی را بنداز، زمین بهت میدیم، وام بهت میدیم و غیره، سوله اجاره میدیم. بله. یا شما اگه اقامت بگیری خب درگاه بانکی، نمیدونم ویزا کارت و غیره. این مزایایی هستن که شما وقتی ورود کنی سرمایت رو ببری اونجا اتفاق میفته برات. اما آیا اینا با عنوان یک نقطه شروعه یا با عنوان شاخصی که شما باهاش داری موفق میشی؟ ببینید اینا با عنوان یک، من میگم ورود به یه تله خیلی بزرگتره. تله هستش که شما فکر میکنی که اونجا پول زیاده، میتونی راحت کار بکنی و در رابطه با اون دبی آینده یه اشتباه کاملا استراتژیکی وجود داره و داره ترویج پیدا میکنه و اینو من به عنوان شخصی دارم میگم که به عنوان همکار و دوست مدیر وزارت داخلی، در واقع مدیر مالی و اداری وزارت داخلی عمان هستش که خونهشون دعوت بودیم و من همین سوالو پرسیدم، گفتم آقا واقعا بنا اینو دارین دبی 2 بشید، قطر بشید، چی بشید؟ گفت نه هیچ کدوم، اصلا ما قرار نیست مثل اونا بشیم، ما قرار نیست هویتمون رو تغییر بدیم و دنبال اینم نیستیم که تخت گاز مسیر توسعه رو بریم. ببینید اون آدم نمیتونه بیاد تو رسانه این حرفو بزنه، چون اگر یه همچین وایبی رو بخواد به مخاطبش بده خب دیگه خیلی دیگه نمیرن. اما از نظر فرهنگی و از نظر محیطی شما تغییری اونجا نمیبینی که عمان داره به سمت دبی 2 بره، خصوص زیرساخت اصلا مدل ارتباط با کشورهای دیگه شو اگر شما دقت بکنید بیشتر حالت میانجیگریه تا باراندازی. ببینید امتیازهایی که عمان داره دسترسی به بازارهایی مثل آفریقا، بازار یمن، خصوص برای اکسپورت و این داستانا فکر می‌کنم، مرزهای مشترک آبی حالا به اقیانوس‌های هند و اینا متصله. چیزی که وجود داره عمان به عنوان یه بستر برای توسعه خیلی خوبه، به عنوان یه بستر برای ارتباط با بخش‌های دیگر دنیا خیلی خوبه، چون ما از نظر قانونی ارتباطات تجاری آزاد با خیلی از کشورها رو داره، فکر کنم نزدیک 50 تا کشور باشه تجارت آزاد، حتی با آمریکا هم داره. بله. خب اینا مزیت‌هایی هستن که شما میتونی ازشون بهره ببری، ولی قبل از اینکه به این امتیاز برسی شما چه مسیری رو باید طی بکنی؟ حالا ما در مورد چگونگی ورود به بازار، شاخص‌های مؤثر بر ارتباط تو اون بازار، با توجه به تخصصی هم که خودمون داریم ارتباطات تجاریه، ما میگیم آقا ارتباط تجاری شاخص داره، یه نوع مهارته، یه نوع ما میگیم بده بستونه، اما چه نوع بده بستونی؟ به خاطر همین پس اومدیم یه شاکله‌ای رو در نظر گرفتیم به نام بازار عمان. یه تبلیغاتی وجود داره جان مجیدی، هزینه اون تبلیغات هر چقدر باشه، سود اصلی بعد از این که بره تو جیب مثلا دولت میره پیش کی؟ میره تو جیب کی؟ پیش کسی که داره این تبلیغ انجام میده، اما ضررش رو کی پرداخت میکنه؟ ببینید ما یاد گرفتیم چیزای خوب بگیم، واقعیت ها رو نبینیم که یه وقتی کسی با ما به مشکل نخوره یا کسی نگه آقا شما این حرفو زدید، ناامید کردید. آره ما رو ناامید کردید. ببینید
من به عنوان یه شرکت تبلیغاتی نمیگم آقا اگه اومدی ضرر میکنی، نمیگم اگر اومدی گیر میکنی از نظر قانونی. آرامش داره، کشور امنیه، نم چهارمین کشور واقعا همین تبلیغات هاست دیگه و جذاب از بیرون که اینا رو میبینی. اما شما وقتی میای اونجا یک سری عواملی وجود داره تو اون کشور. ببینید طرف اینجوریه که صبح بهت زنگ میزنه میگه میخوایم بریم با هم چای بخوریم. اینا خیلی ساده است. الان شما تو کلاس‌های بیزنسی کسی جرئت نمیکنه اینا رو بگه که آقا اصلا یکی از شاخص‌های ارتباط تو کشورهای عربی همین بعدهای خودمونی بودنه. ببینید طرف دو تا اتفاق میخواد رقم بزنه. یکیش میخواد باهات آشنا بشه، یکی میخواد ببینه تو واقعاً اومدی اینجا کار بکنی یا به اصطلاح یه تور بیزنسی اومدی میخوای بعدش مثلا بزن در رویه سر بزنم برم. چرا این کار رو انجام میدم؟ ببینید اگر ما یه تجربه تلخی رو داشته باشیم تو حوزه تجارت، خیلی کم پیش بیاد دوباره بریم اون تجربه رو دوباره تکرار کنیم. اما چرا تجار بعد از اینکه شکست بخورن، بعد از اینکه ورشکسته بشن یا ضرر بکنن، میبینی با قدرت دوباره برمیگردن؟ چون فهمیدن دیگه نباید اون اشتباه تکرار بکنن. فهمیدن که خب پس من نباید اینجوری معامله کنم. ببینید کشورهای عربی هیچ موقع بهت نمیگه نیا، بهت نمیگه برای من پول نیار، بهت نمیگه با من کار نکن. یه اتفاقا بیا کار خودشو داره راحت میکنه، داره از مزیت‌هایی که شما داری بدون هزینه استفاده میکنه. بله. محور صحبت ما وقتی تجاری بشه، شما وقتی با یه تاجر عمانی ارتباط بگیری، ببینید هر تاجر باید بگرده جنس مورد نظرش رو پیدا بکنه، محصول مورد نظرش رو پیدا بکنه از نظر کیفی، قیمتی و غیره. خب این یه منابع خاص خودش رو لازم داره که طرف این کار رو انجام بده. ما کاری کردیم که طرف سر جاش نشسته با یه جلسه تو هتل، تو لابی هتل، توی دفتر، ما اصلا تمام کارش راحت کردیم. یه عالمه اطلاعات بهش میدیم، نمونه براش میبریم، نمونه‌ای که از مرز رد میشه ما با انواع ترفندها از هواپیما و غیره ردش میکنیم که فقط به طرف بگیم من برات اینو آوردم. خب ببخشید وقتی یه خدمات این مدلی کسی بهت بده مگه شما بدت میاد؟ پس بازار اونجا جاذبهش رو الان از این جهت داره خوب نشون میده که طرف اونجا نشسته حقوق کارمند دیگه نمیخواد بده، چون شما داری براش اون اطلاعات میاری. نمیخواد هزینه بکنه چون شما اون سمپل داری براش میفرسته. الان ممکنه بعضی از دوستان نقد وارد کنن خب اگر ما این کارو نکنیم که دیگه کسی با ما کار نمیکنه. خب بله قرار ما کار درست انجام بدیم یا قرار هر کاری انجام بدیم که صرفا یه نفر به ما توجه کنه؟ واقعیتش تو دنیای تجارت بحث برد و برد باخت و غیره، ما میگیم منافع. من چه منفعتی برای شما دارم ایجاد میکنم که بیام منابعمو درگیر شما بکنم؟ راستای بنده خدا میگفت اگر تاجران عرب و شاید همه تاجران احساس کنن از سر ناچاری رفتی باشون کار کنی، مثلا دیدی بعضیا که میرن یه جوری مذاکره میکنن حتما با ما کار کن، میگه اصلا اگه اینو بفهمه که دیگه باختی، چون دیگه میدونه تو لنگی، میدونه گیری، در نتیجه هی بالا سرت میاره، به زور هر کاری بخواد انجام میده، زیر میخره، پول بد نمیده، چون تو رفتی از سر ناچاری مذاکره کنی، نه رفتی برای تجارت مذاکره کنی. اصلا این یکی از آیتم هاست، همون چیزی که ما بهش اشاره کردیم، بحث نیاز یا توسعه. آدم نیازمند داد میزنه که من نیاز دارم که شما بهم توجه کنی، با من کار کنی و غیره، و اونا اینو خوب فهمیدن. ببینید اونا میدونن وقتی شما اومدی تو کشور خودش دستی داری بازاریابی میکنی، یعنی محصول از جیب در میاری، محصول از کوله پشتی در میاری، میذاری جلوی میز. ببینید الفبای ارتباطات، الفبای تجارت این هستش که شما دیسیپلین تجاری تو حفظ کنی. اما شما اولین پیامی که به مخاطبت چه کلامی چه غیر کلامی یا حتی رفتاری داری میدی چیه؟ که آقا من از دیسیپلین گذشتم، یعنی الان نیاز دارم تو به من توجه کنی، هر جور شده میخوام با من کار کنی. ببینید عرف و احترام اقتضا میکنه که طرف بهت نگه من نمیخوام باهات کار کنم، نمیخوام ازت روی خوشم نشون میده، روی خوش نشون میده که به نفع خودش، منافعش اقتضا میکنه، چون اومدی تو کشور خودش، در حالی که استاندارد من الان مهمان شما، وظیفه من این نیستش که خودم اینجا رو مثلا بیام آماده سازی بکنم. اون میزبانه،
اون اتفاقا باید بستر مناسب و برای تعامل با شما برقرار کنه، نه اینکه من اونو دعوت کنم تو کشور خودش بیا فلان هتل ببینمت یا یه جلسه بذاریم همدیگه رو ببینیم. ببینید اینا الفبای ارتباطات تجاریه. اگر ما مذاکره میکنیم، اگر ما مهارت فروش یاد میگیریم، مهارت بازاریابی، بازارسازی رو یاد میگیریم، برای اینکه تو اینجور ارتباطات ما شخصیتمون رو حفظ کنیم، دیسیپلینمون رو حفظ کنیم. و الا خب من الان اینو بردارم بگم خب ما تولید کننده این محصول هستیم. اینا هم که اینو یاد گرفتم میگه خب بیا حالا جلسه میشینیم دیگه، یه ساعت از زمانش رو میذاره، اما تو این یه ساعت اطلاعاتی گرفته، ارتباطاتی گرفته که بعدن از اونا به شکل خیلی خوبی بهره میبره. بعد شما وقتی شرکت ثبت کنی، قوانین مالکی گفته است اونجا مالیات نداره. اتفاقا عمان الان جایی هستش که داره روی شرکت مالیات، آره حسابای شخصی مالیات در نظر میگیره. دبی هم رو درآمد مل و خرید ملک و اینها مالیات نیست، روی حساب تجاری مالیات باید. و شما بخوای لایسنس رو تمدید کنی، بله. شما بخوای دفتر اجاره کنی، شما باید کارمند عمانی، کارمند نمیاد شما بهش حقوق میدی. 350 ریال شما دیگه ضرب تقسیمش کنین 60-70 میلیون الان باید حقوق بهش بدی. شما باید این کارو بکنی. و خیلی جاها یک سری قوانین پنهانی هستن توی قراردادهای اونا، چون قراردادهای اونا به زبان عربیه. به ما پارامتر زبانو اصلا نگاه نمی‌کنیم. اینو باز کن چون دقیقاً چالش جدیه. ببینید پارامتر زبان، شما رفتی توی کشوری که رسما زبانش عربیه و هیچی از عربی نمیدونی، نمیتونی مکالمه کنی به عربی. اگر هم مکالمه بکنی شما یه زبان مکاتبه عربی داری. ببینید من میگم، من یه مقاله از آقای شعبان علی میخوندم، همیشه اسم ایشونو میارم بابت اینکه ارزشی که توی کلماتی که ایشون هست و واژه‌ای که ایشون هست خیلی بالا. این مقاله مال سال 94، خیلی جالبه. شبکه سازی یا شبکه بازی. ببین ما داریم در مورد زبان وقتی حرف میزنیم میخوایم زبان بازی کنیم یا زبان تجاری، زبان کاری رو میخوایم در نظر بگیریم. پس این که من برم سطح دوره زبان شرکت بکنم بگم خب از این به بعد من میتونم برم تو این بیزنس یا این کار انجام بدم یا مشاور بشم یا توسعه دهنده کسب و کار. الان ماشاءالله دوستانی داریم تو فضاهای مختلف توسعه دهنده. ببین توسعه خود واژه‌اش واژه سنگینیه. اصلا توسعه کسب و کار باید بلوغ رسیده باشه به توسعه برسه. بله اصلا ابعادش چقدر وسیعه. شما وقتی در مورد توسعه داری حرف میزنی یعنی یه چیزیه که با یه بالا پایین شدن دلار اوت نمیشی. بله. با یه بار ریجکت شدن، یه بار بهت گفتن نه، یه بار بهت گفتن تو به درد این کار نمیخوری، تموم نشی. به خاطر همین شاخص زبان اینجا به ما کمک میکنه که اولا ما یه ارتباط اولیه فرهنگی با طرف بگیریم، ما ادبیات گفتاری طرف رو بشناسیم. و تو عمان به شدت همین مهمه، به شدت مهمه این شاخص، چون عمان هویت سنتی خودش رو هنوز نگه داشته. یه نکته‌ای که فرمودی چند دقیقه پیش که اصلا عمان دنبال اون نوع از توسعه نیست. دوستی تعریف می‌کردن که میگفتن جلسه‌ای داشتیم با یکی از این افرادی که جزو شرکای تجاری ترامپ در عمان هم حساب می‌شده گویا، چون ترامپ اونجا سرمایه‌گذاری‌هایی داره در حوزه املاک مثل این. بعد بگو ما همین جمله رو به ایشون گفتیم که آقا میگن مثلا عمان دبی بعدی، میگه خندید. اینو ما که نمیگیم شما میگید. گفتیم چطور؟ اون اصلا برنامه توسعه ما اونجوری نیست. ما داریم آروم آروم رشد میکنیم، هویت فرهنگی اون رو باید نگه داریم. اینجا هنوز مذهب برای ما خیلی مهمه، قبیله‌ای بودن، خانواده. خب تو اینا رو بذار کنار کشور توسعه یافته. اینا اصلا تو کشور توسعه یافته مفاهیم حذف شده یه خیلیاش، ولی تو عمان هنوز جدیه. تو یک کلیپی پخش شده بود که همه با تعجب نگاه می‌کردن. تو عمان مثلا برای ماه رمضان ارشاد میکردن مردم رو روزه بگیرید، نماز بخونید، به این توریستای خارجی میگفتن مراقب پوششتون باشید و ملت میگفتن یعنی چی؟ مگه نمیگن عمان آزادیه؟ هنوز به لباس گیرن. آقا کی گفت آزادیه؟ اصلا اون مفهوم آزادیش با ما خیلی فرق داره. خب این عمانه، نمیشه اینو کتمان کرد که. یا مثلا مراکز خریدش، خب شما که دیگه بودید کاملا اینجاست، اونور مثلا نیم ساعت بعد مرکز خرید بعدی رو پیدا کن. این نیستش که مثلا دبی مثلا تیکه به هم چسبیده باشه. حمل و نقل عمومی اونجا
اصلا کلا من یه وقتی میگم اصلا وجود نداره. با چی برم اصلا جابجا شم؟ دقیقاً بحث ترددش واقعا خیلی چالشه. شما اگه میخوای مستقیم مثلا مرتب تاکسی سوار شید، بعد جالب اینم به شما بگم جناب مجیدی، کشور عمان مردمش مردم خیلی ساده این. شما وقتی با ادبیات پیچیده باهاش صحبت میکنید اصلا نمیدونه چی داری میگی، واقعا نمیدونه. اصلا اون سنتیه که گفتی کاملا هستن هنوز. آره خب ببینید این یه نوع فرهنگه و این تداوم اصطلاحاً توسعه کشورشون بر اساس این شاخص داره شکل میگیره. حالا ما این فرهنگ رو اگر نادیده بگیریم، بستر رو نادیده بگیریم، یعنی من برم اونجا نمیدونم با چه افرادی تو چه محیطی تو چه فضایی دارم چه نوع حرفایی میزنم، اگه اون فرهنگ رو من درست نشناسم، بستر رو درست نشناسم و عوامل مؤثر بر این قضایا رو نشناسم، ببین نوع نشستن، من کار ندارم، من نمیخوام در مورد زبان بدن حرف بزنم، بخش از اتیکت اونجوری بشینی، اما اونا اینا رو لحاظ میکنن، نوع حرف زدن، نوع درخواست دادن تو لحاظ میکنن، هم سفره شدن براشون خیلی میگن مهمه. ببینید من یه تجربه جالبی داشتم، یکی از وزارتخونه‌های جلسه‌ای رفته بودم با عنوان نماینده شرکت ایرانی. حالا اونجا بیزنس خودمون رو داریم، من با عنوان نماینده شرکت ایرانی که 30 سال کار صادراتی انجام میده و تو کل کشورهای عربی هم فعالیت دارم. اونجا که رفتیم خیلی برام جالب بود. بار اوله که من با اون آدما میخواستم بشینم، یه فرایندی داشتم برای آغاز جلسه رسمی که اصلا من نمیدونستم تا قبل از اون موقع و هی میگفتم که من چی کار باید بکنم. ببینید ما این چالش ها رو داریم. خب شما هر چقدر تو کتاب و فیلم و این ور اون ور ببینی بعضی چیزا واقعا تعریف نشده، یعنی باید تو موقعیتش قرار بگیره، احتمالاً یه خطر ازت سر بزنه، حالا اونا اینو متوجهش میشن. ولی خب جالبیش ما رفتیم تو دفتر معاون وزیر نشستیم، بعد همینجوری ستامون نشستیم به همدیگه نگاه میکردیم، بعد من همینجوری نگاه خب الان شروع کنم، اونا از من میپرسن من الان چیکار باید بکنم، هیچی نمیگه. بعد یهو آره همینجوری که توی سکوت خاصی نشسته بودیم، یه فردی اومد، همون خدمتدار همون فرد اومد، اول قهوه ها رو به ما داد، بعد برداشتن اون خرما رو تعارف کردن، بعد یه با حلوای هندی حلوای عمانی هم آورده بودن مسقطی. بعد که اینا تمام شد دستامون هم دستمال کاغذی به من داد، گفتن میان دستای ما رو میشورن تا این حد پیش میره ظرف. آره اینو که رفت، اون که کامل رفت بیرون این شروع کرد، در حالی که ما دیدیم مثلا هنوز یارو بالا سر چای رو گذاشته، ما قرارداد جلوت گذاشتن، آقای مهندس چی شد بررسی کردیم، اجازه بدید. مثلا کلا یک آرامشی در همه رفتارهاشون گویا وجود داره. دقیقاً. و بعد صحبت کردن و خلاصه حالا فضا هم برات ایجاد شد، شما هم صحبتات انجام دادی و رفتی تو فرایند اصلی مذاکره یا اصلی صحبت. و خیلی جالبه، اون برای من یه درس جالبی داشت که آقا اصلا تا طرف شروع نکرده شما حرف نزن. اینو من اونجا یاد گرفتم و برعکسش رو دیدم. ما تو همایشی که این اواخر توی عمان برگزار کردیم تو حوزه طلا جواهر، اصلا طرف هنوز ننشسته سر جاش، همون موقع که داشت وارد میشد مثلا مقامات عمانی اومده بودن، بعضی از هموطنای ما می اومدن همونجوری ایستاده، آی فلانی من میتونم شماره‌تو داشته باشم، ما فلان محصول رو داریم تولید میکنیم. ببینید طرف به شما نمیگه اونجا که من باید کار نمیکنم، این چه نوع رفتاریه، اما لحاظ میکنه، همونجا مشخص میشه. ممکنه اونجا بهت بیزنس کارت بده، ازت بگیره، اما باور کنید تو کار کردن با شما اینا رو رعایت میکنه اون آدم که شما اصلا این کاره هستی یا نیستی، فرهنگ کشور من میشناسی یا نمیشناسی. و اون شاخص زبان برای اینه که شما مرحله اول ادبیات اونجا رو بشناسی، ادبیات گفتاری، ادبیات مکاتبه، ادبیات مذاکرهش. شما اونجا ادبیات مکاتبش با ادبیات گفتاریش و مذاکرهش متفاوته. این زبان عربی تجاری متفاوت با زبان عربی گفتگوه. شما نمیتونی اونجا مثلا با عربی کتابی الذین آمنوا اذا جاءوا مثلا کسی صحبت نمیکنه.
چون طرف لهجه عمانی با لهجه مثلا عراقی با لهجه فرق داره، چیز متفاوته، با لهجه مصری نمیدونم عراقی اینا متفاوته. دقیقاً. بعد شما وقتی مثلا باهاش صحبت کنه اگر یه ذره از گویششو بلد باشه خیلی گرم میگیره. اگه مثلا عرب یه کشور دیگه باشه، من این رفتارا رو دیدم، من اوایل با لهجه عراقی باشون حرف میزدم، طرف انگار مشکل داره هنوز. بعد یه کمی استراق سم کردیم ازشون، شروع کردیم واژه‌های خودشون حالا استفاده کردم. مثلا نمیگفتم مجمع الموج، میگفتم مجمع الموج. طرف دیدم نه یه کمی خودمانی تر شده. بعد اینجوریه که جناب مجیدی برای اینکه باهات کار کنن، ارتباط تجاری باهات داشته باشن، همکاری مدت دار باهات داشته باشن، اگر نخواد یه بار باهات کار کنه استفادهشو بکنه و تموم کنه، سوء استفادهشو بکنه، شروع میکنه بهت دسترسی دادن، ببینه تو کجا گاف میدی یا کجا ازش سوء استفاده میخوای بکنه. شروع میکنه لینکت کردن با آدمای دور خودش. برو با اون فلان جلسه بزن. آره شب دور هم نشستیم، هستی بیای با هم چای بخوریم، هستی صبح با هم یه قهوه. میخواد قبلا بهت یه زنگ میزنه. آره یه هوی زنگ میزنه بهت. بیا ببینیمت. یعنی واقعا هستی اینجا. میخواد ببینه اصلا شما اومدی. خیلی جالبه. اوایل که میرفتم من مدل کارم هیچ موقع به کسی نمیگم بیا با هم کار کنیم. برای خودم یه حالا بگیم ارزش، بگیم تکنیک هست. سبکت. بله. با یه آدمی من آشنا شدم تو هواپیما. بعد گفتش که خلاصه این دوستی ما خیلی خوب بود و ما در مورد ایران بهش گفتیم، اونم در مورد عمان و غیره. بعد با هم دیگه شماره رد و بدل کردیم. به اصطلاح تو ایران بهم میگن شبکه سازی. ما آقا شماره داریم. به خدا هنوز شبکه نرسیدیم به اون قضیه. فعلا شبکه بازیه. به شبکه سازی مؤثر نرسیدیم ما. شبش که شد، من صبح مثلا رفته بودیم، ظهر رسیدیم، شبش که شد این آقا به من پیام داد. سلام چطورید؟ اگه هستی هم دیگه رو ببینیم، با هم یه چای بخوریم، با هم قهوه بخوریم. گفتم چه جالب، هنوز اول کاریم، به قول اون شبکه پس کار خودشو داره میکنه دیگه. ما رفتیم تو کار. خلاصه رفتیم و اینا همدیگه رو دیدیم. گفت فردا ظهر کجایی؟ نهار بیای پیش من. چون من خیلی از ایران بهش خوب گفتم، آقا شمالمون اینجوریه، تهران اینجوریه، شیراز اینجوریه. حالا این بنده خدا بار اولش اومده بود ایران، علاقه داشت که ارتباط بگیره. به هر حال حالا پروفایل منو دید، پیج منو دید، خب سفر اینور اونور زیاد میرفتم، براش جالب بود، دعوتمون کرد، گفتم باشه میام. ببینید در حالی که ایرانیا هموطنای ما اینجا انقدر تعارف نه به خدا ما مزاحمتون نمیشیم، راضی به زحمت نیستیم، اجازه بدین یه وقتی. نه آقا، طرف دوست داره بیاد تو رو از نزدیک ببینه، با ارزیابی میکنه، اصطلاحاً با چای قهوه بخوره. این اصلا مدل فرهنگی اوناست. و شما اگر یه جور دیگه بخوای رفتار بکنی، داری بهش میگی که آقا من فعلا به تو اطمینان ندارم، من نمیخوام باهات ارتباطم راحت تر بشه، میخوام باهات کار کنم و به من سود باید برسونی، ولی نمیخوام باهات راحت شم. حالی که راحت نشن کار نمیکنه. اون دقیقاً فرایند ارتباط گیریش همونه. شاید نمیخوام بگم 100% مطلقه، اما من میگم 70-80% اونه تا اون اعتماد و اعتبار بین اون رابطه، بین اون ارتباط شکل نگیره. شما نمیتونی به نتیجه مطلوب برسی باهاش. میگم یه بار کار میشه، نهایت 2 بار کار میشه. و ما همیشه میگیم آقا صادرات یعنی اینی که پیوسته داری این کار انجام میدی، نه اینکه یه بار فروختی حالا به هر دلیلی. آره میخواستم به همین برسم. ببین الان خیلی باب شده، شاید حالا هم پکیج ها، هم نمیدونم کارگاه های تو این موضوع. من حالا داشتم دانشجویانی که رفتن یا مثلا محتوا این دوره ها رو دیدم، مثلا طرف یاد کاری نداره، شما محصولات تو الان بذار مثلا روی سوق المفتوح، والله درست میگم تو عراق اگه بعد بازاریابی میکنی، چه کاری به ایران بفروشی به اونا میفروشی. یکی دیگه میگه بیا محصولاتو بذار رو سایت‌های اماراتی، رو دیوارهای امارات، مثلا دیوار بفروش. یکی دیگه میگه بیا تو عمان. بعد خب من وقتی تحلیل میکنم یا با دوستانی مثل شما صحبت میکنم، میگم خدای این شیپینگ داره، این گمرک داره، این ارسال داره، بعد اون چرا باید به این اعتماد کنه؟ تو آمازون این محصول هست. و در نهایت به اون چیزی میرسیم که طرف میگه ما کار صادراتی کردیم، میگیم دقیقاً چه کار کردیم؟ میگه جنس اومده از دم انبار خریده رفته. او این صادرات نکرد، این صادقانه تو به دلال جنس دادی رفته. میخوام برم سمت همین موضوع که شما الان، چون میدونم با بعضی از مجموعه به عنوان مشاور توسعه صادرات و روابط بین‌الملل هستی، من این ردینس یا این آمادگی که میخوام ورود پیدا کنم به یک بازار صادراتی به عنوان یک تولید کننده
یا حالا اصلا شاید به عنوان یک تامین کننده صرفاً، چه پارامترهایی باید داشته باشه که من بگم آقا من میتونم تو این بازار بیام به دور از این هیجاناتی که حالا وجود داره؟ واقعیتش چیه؟ درست. به ما یه نقشه راهی رو برای خودمون طراحی کردیم. حالا جاهایی که صحبتش میشه میگیم به قول گفته این حرف منه، حالا نسخه منه. بله این نسخه منه و من دارم با این نسخه کار میکنم. یه پارامترهای تعریف شده ای داره. حالا 2 آیتمه، من هر کدوم اینا رو تعریف میکنم. من میگم ما یه مثلثی داریم، حالا میگیم بهش مثلث آگاهی، باز از من درآوردی به قول گفتنی. من اینو تقریبا 9 سال پیش با یکی از دوستان که تو دانشگاه تکنیک وین تدریس میکردم مطرحش کردم. گفت خیلی دوست دارم به اینجا همینو بگی به اینا، ولی خب فضاش نیست. گفتم خب ما فعلا همینو به زبان عامیانه میگیم. ببینید ما پارامترهای قبل از ورود به نقشه راه صادراتی رو میخوایم صحبت کنیم. یکیش ظرفیت سنجیه. من چه ظرفیتی دارم؟ اون ظرفیت سنجی رو بهتره بگم ظرفیت موجود. من وقتی بیام بررسی بکنم ظرفیت خودم رو، من علی علوی الان شاخص زبانی دارم، شاخص ارتباطی دارم، شاخص مالی دارم، مدیر کارخونم، بروکرم، نمیدونم مکاتبه فقط انجام میدم، سئو کارم، هر کدوم اینا رو من باید برای خودم تعریف کنم که اصلا من کارخونه دار اگه بخوام بگم میخوام ورود کنم به دنیای تجارت، صادرات کنم، ظرفیت مجموعه‌مو بسنجم، تعریفش کنم برای خودم که ببینم کجای کارم. وقتی این کار انجام دادم حالا من ببینم چه ابزاری دارم. یه ابزار موجود من چیه؟ من بخوام کار صادراتی انجام بدم ولی نه زبان بلدم. دیدین میگن صادرات بدون سرمایه؟ شما الان تو شهر خودت بخوای تردد کنی سرمایه نداشته باشی مگه میشه کار کرد؟ مگه میشه زندگی کرد؟ پس این که بگیم بدون سرمایه تو خواب تو یه هفته، خب این میشه همون تکنیک هایی هستش که بدون دانش، بدون تخصص. خب پس من با ابزاری که دارم میام میسنجم که آقا ظرفیت ما الان بعضی از محصولات اعلام میکنیم که تحویل در به کارخونه است، نهایت اعلام میکنیم فوب بندر عباسه، چابهاره، فلانه، تو کشتی تو بیار، تو محصول تو بیا ببر. من بر اساس ظرفیت و ابزارم اگر مکاتبه کنم، صحبت کنم، طرف همون ابتدا میفهمه که این شرکت، این فرد، این آدم رو میشه برای کارهای بزرگ در نظر گرفت یا در آینده باید باهاش کار کرد. اصلا شاید خود اون آدم ابزار لازمون داشته باشه، وقتی اینو اعلام بکنی باهات کار کنه. اگه بگی من همه کارو صفر تا صد انجام بدم، تحویل در به شرکت خب شما باید نتونی انجام بدی که دقیقاً. و آیتم سوم ابزار یا ظرفیت پیش روه. من واقعا به چی میخوام برسم؟ آقای مجیدی ما میتونیم در مورد یه چیزایی صحبت بکنیم که خیلی راحت در موردش میشه حرف زد، مثل همون جریان که بیا اقامت بگیر. شما راحت اقامت میگیری، بعد از اون چی؟ شما راحت ورود میکنی به پروژه، اینکه خروجی پروژه چی میشه چی؟ شما راحت میتونی ادعا بکنی که هر محصولی رو میتونی تحویل مقصد بدی، اما اگر یه محصول ممنوعیت صادراتی، تعرفه بالای گمرکی، نمیدونم شکستنی، حساسه، بعضی از محصولات و واردات دقیقاً وسط کار تلف میشن چون موادشون مدت زمانش خاصه، انقضا داره، انقضاش هست، نمیدونم اصلا نوع مواد حساسه، نور، گرما، سرما، دمای محیط اتفاق میفته. پس من اگر ندونم به چه سمتی میخوام برم و اول کار ندونم اون ظرفیت پیش رو که میخوام بهش برسم چه یا ایدئال یا مطلوب من چیه، و بعدش ابزار مورد نیازم. یعنی من اگر الان بخوام ورود کنم به یه پروژه خارجی، اصلا میتونم با ابزاری که دارم بهش پاسخ بدم یا نه ممکنه من لازم داشته باشم در آینده از یک سری ظرفیت‌های دیگه استفاده کنم. حالا یا برم همکاری کنم، ما الان داریم دیگه مدل‌های مختلف همکاری رو داریم، شریک تجاری داریم. توی مثلا عراق اگر بخوایم ورود کنیم به یه پروژه مهندسی خودمون قرارداد نمیبندیم، شریک تجاری ما قرارداد رو میبنده با عنوان شما نماینده اونا رو لینک میکنیم، حالا ما نماینده اون شریک میشیم توی ایران با این شرکت تامین کننده ایران. ببینید پس من
راهکارشو بر اساس ظرفیت لزوما مستقیم خودت شاید نتونی بری. مستقیمه. حالا عمان هم دقیقاً همینطور. اتفاقا یکی از شاخصهای عمانی آقا 3 ماه بعد پولتو بهت میدن. حالا بهت میگه بیا بارتو بیا انبار بگیر، شما میره انبار میگیری، بیا دپو کن، شما رفتی دپو کردی، حالا محصولت هم فرستادی، 3 ماه بعد باید پول. آیا شما کشش 3 ماه بعد پول گرفتن رو داری؟ این که میگن آقا صادرات به زبان ساده، این زبانش ساده است. شما برو اونجا محصول خالی کن، طرف 3 ماه بعد بهت پولتو بده. با توجه به نوسانات داخلی کشور ما میتونی واقعا این کشش رو داشته باشی تا 3 ماه؟ یا چه شرکتی باید باشه که یه همچین ظرفیتی داشته باشه؟ پس ببینید، ظرفیت سنجی، ابزار موجود، ظرفیت پیش رو، ابزار مورد نیاز. من اگر خودم رو بیام تو این موارد تعریف کنم، من شخصم، سازمانم، کارخونم، هر کی که باشم، میفهمم کجای کارم. حالا نقشه راه من بر اساس این شاخص ها وقتی در بیاد، وقتی من تو ظرفیت مطلوب یا پیش رو میدونم میخوام با عمان کار کنم، اما تو ابزار مورد نیازم زبان رو نداشته باشم، تو نقشه راه هم چی رو لحاظ میکنم جناب مجیدی؟ زبان رو لحاظ میکنم، برم این ابزار رو به خودم اضافه کنم. دقیقاً. وقتی من مذاکره تجاری به زبان عربی، ببینید خیلی ها فکر میکنن زبان انگلیسی تو کشورهای عربی کافیه، در حالی که همه ما داریم اینو تجربه می‌کنیم. کافی نیست. خب ببینید، بخشی از آدمایی که تو کشورهای عربی زندگی، لوکال ها، زبان انگلیسی رو کامل مسلطن. طرف داره به زبان روزمره باهات انگلیسی صحبت میکنه، نه به زبان تجاری. تو مذاکره با عربی حرف میزنه. چون واقعا ببینید زبان تجاری زبان خیلی حساسیه. یک لغت میتونه بازی رو عوض کنه. یکی از استادای ما میگفتش ما یه کاما نذاشتیم، فکر میکردیم قراردادمون سوده، بعد دیدیم نه 2 برابر ضرر کردیم. بچه حقوقی هستن به شوخی میگن ما یه کافه اسقاط خیارات میذاریم اون وسط تموم میشه، همه چی هبه میره. دقیقاً همینه. بعد زبان عربی شما مثلا مکاتباتشو حالا داری، شما فردا اگر توی قراردادی به مشکل خوردی، زبان رسمی اون کشور لحاظ میشه، ملاک دادگاه، داوری با اون زبانه. اگر اضافه کردی که آقا یه تبصره بندی اضافه کردی به این قرارداد، به این چیزها رو خیلی واقعا نمیدونن، حتی تاجرایی که ما دیدیم کار میکنن نمیدونن اینا رو. اصلا قرارداد درستی نبستن حتی خیلی. خب منتها ببینید تو کشورهای عربی تله‌ای هست، لطفاً خیلی در مورد این تا الان صحبت نکردن. شما وقتی خلاف کنی کسی بهت نمیگه خلاف کردی. وقتی داری اشتباه کاری انجام میدی بهت نمیگن داری اشتباه کار میکنی. آخر سر یقه رو میگیرم. اون لحظه‌ای که میخوای برگردی کشورت، اون لحظه‌ای که یه قانونی دیگه کاملا از نظر شما نقض شده یا ضرری داری ایجاد میکنی یا وجهه کشور رو داری خراب میکنی، ببین چجوری برات قوانین تعریف میشه. و متاسفانه ببینید اشتباهی که خیلی از هموطنای ما میکنن، میرن اونجا استاندارد رو میخوان تطبیق کنن، ندارن ظرفیتشو، یه حرکت اشتباه میزنن و این اشتباه ها ادامه میدن، چون همون اول کسی بهشون چیزی نگفته فکر میکنن که الان تو کارم. نمونهشو من بخوام براتون بزنم، بیزنس های هاستلی خیلی 90%شون غیر مجازن. جدی؟ و اینا هر لحظه ممکنه یا کلا پلم بشن. آره، یا بعضی از شرکت هایی که اونجا دفترهای سوری میگیرن، کوورکا و دفتر سوری، یا بعضی از دوستانی که ادعاهایی میکنن اونجا و کارو پیش میبرن، پروژه میگیرن و تو پروژه نمیتونن کارشون رو انجام بدن و تکمیل کنن. ببینید ما خیلی ها رو داریم اونجا میبینیم که گیرن. الان خودتون هم دیدید تو امارات و غیره، با ضررهای سنگینی هم برگشتن گاه. خب حالا اونی که برگشت من میگم به خودش لطف کرد. بعضی واقعا ادامه میدن متاسفانه بابت اینکه بعد روانشناسی قضیه، این که نکنه من برگردم فلانی و فلانی بگن ها شکست خوردی برگشتی، مثلا اون جریان مهاجرت که خیلی‌ها میرن بعد دیگه خب دیگه موندم دیگه کنار بیام. این بحث تجاری تله‌های اینجوری داره و کشورهای عربی این تله‌ها رو خیلی داره. یعنی شما اونجا ممکنه راحت اول کارت انجام بدی، نمیدونم پیش ببری، طرفم اصلا بهت نمیگه که داری خلاف میکنی، اما از یه جایی به بعد که حالا منافع اون آدم به خطر بیفته دیگه عملا حرفی باهات نمیزنه.
یا خیلی ها ببینید اینجوری بودن که آقا ما بریم اونجا امتیاز و اعتبار از دولت بگیریم، وام‌های دولتی تولید بکنیم. بله متاسفانه این کارو کردن، وامو گرفتن و رفتن. اما الان خیلی ها رفتن گیر کردن، سختگیرتر شده به شدت. الان حتی رو اقامت هم دارن سختگیری میکنن دیگه. مثل قبل نیستش که شما هر جوری دوست داشتی اقامت بگیری و حساب بانکی باز کنی و غیره. من تا زمانی که تو اون بازار حضور پیدا نکنم، ارتباط نگیرم، تعامل نکنم، مذاکره نکنم، اشتباه نکنم که نمیتونم بفهمم. یه نکته اون روز خیلی جالب بود، یادم قبل این جلسه با هم صحبت می‌کردیم. مثلا اون کارخونه میگه آقا خب شما می‌خواید توسعه صادرات بدید. بله میگه خیلی خب، پس این تاجری که از دوستان ما هستن ما با شما لینک می‌کنیم، زحمت بلیت بگیرید، 3 روز هتل بگیرید، با ایشون بدید. 3 روز هتل، بلیت، میواره. حالا خودش بگه بمون آقا میخوای بری بعدا میلیاردها تومان سرمایه گذاری کنی، تو حاضر نیستی مثلا 100 میلیون 200 میلیون الان بیای هزینه کنی؟ به قول آقای دلزنده نژاد میگفت شنا میخوام بکنن ولی میخوان خیس نشن. خب این نمیشه اصلا، میدونی؟ اصلا ما میگیم آقا اشتباه آینده رو الان کم پرداخت کن. یعنی شما به جای اینکه بعداً کانتینر بفرستی و نیاد پولش نیاد، 1-2 بار بیا سفر بریم اونجا رو ببین اصلا از نزدیک، محیط رو پایش کن. تو موقع دیگه به جای اینکه 3-4 میلیارد 1 میلیارد 10 میلیارد ضرر کنی، 100 میلیون تو میفهمی اصلا مناسبت هست تو بازار. ببین بازار عمان انقدرشه آقای مجیدی، انقدر ظرفیت سنگینی نداره که همه فکر میکنیم برسیم به عمان. توسعه صادراتمون رخ داده. ببین حتی جالبه علی، نه حتی عمان، اون شب ما دبی جلسه بودیم که یکی از این مدیران هلدینگ های غذایی صحبت میکرد، عین جملهش این بود، میگفت امارات بهترین فرصت ری اکسپورت برای شما ایرانی هاست. اون داشت خودش این حرفو دیگه میزد. و حالا تازه فکر کنه امارات مثلا جمعیت 10 میلیون خورده ایه، عمان که خیلی کمتره و ظرفیت خیلی محدودتر. پس اصلا یه موقع شاید من پلنم باید این باشد، بروم هزینه بکنم، کارخونه تأسیس بکنم برای ری اکسپورت. چون در حوزه‌های مختلفی هم در نظر، به بازار آفریقا، به بازارهای منطقه. پس خیلی تصمیم گیری جدی باید داشته باشم. اصلا ماهیتش هم همینه. یعنی اصلا خود تاجرای اصلی عمانی الان تو مذاکراتی که ما با هم داریم، به ویژه تو رویدادهای اخیر، میگن آقا تو 70% رو تولید کن تو ایران، بیار اینجا اوریجینش عوض کنیم بدیم به آفریقا. خودش پیشنهاد میده عربستان. اصلا ماهیتش اینه جناب مجیدی. ببینید اگر فضایی که ما توش نشستیم ظرفیتش 10 نفره، شما نمیتونی 100 نفر توش جا بدی. اگر هم جا بدی احتمالاً بیشتر آسیب میزنی تا کیفیت و اتفاق خوبی بیفته. پس ببینید من ری اکسپورتو الان بازار عربستان یه بازار به شدت پویای برای آینده با توجه به رویدادهای پیش رو، اکسپورت رو داره و جام جهانی رو داره. اما یعنی نمیگم محاله، خیلی از دوستان دارن تلاش میکنن با عربستان کار بکنن و غیره، اما به جای ایران عربستان، ایران عمان عربستان راحت تر میتونیم با اون بازار کار بکنیم. به جای اینکه میدن ایران بزنیم، تجارت تعصب توش نیست، منافع و مبتنی بر استاندارده. آخه اون تاجرم نمیخواد ریسک کنه. کشوری که درگیر FATF، کشوری که درگیر تحریم، میگه ما آقا یه پول با تو مبادله کنه بیچاره. یا الان خودت دیدی دیگه، مثلا یه موقع‌های شما مجبوری این اوریجین رو برداری مثلا تو عراق بزنی که تو GCC نتونن ردیابیش کنن دیگه. دقیقاً اون واقعیت دیگه. پس ببینید نقشه راه من اگر بر اساس اون شاخص‌های ظرفیتی، ابزار موجود، ابزار مورد نیاز، شاید من توی برنامه ریزیم، به ما الان با یه دوستانی همکاری داریم، 2 سال الان داریم ورود میکنیم به نمایشگاه خارجی. 2 سال در حد مشارکت. دقیقاً، در حالی که من خب از سال 96 تو بازار خارجی بودم و پروژه هم داشتیم. سال 1401 ما پروژه داشتیم. بعد از پروژه یه جلسه مشترکی داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که خب باید نقشه راه توسعه صادرات این کارخونه رو طراحی کنیم و من گفتم زمان و روند، بدون اون خب این دوستان هستن مشاوره تخصصی توسعه کسب و کار میدن، با اینا میتونید صحبت کنید. کار من روندیه. الان تو این بازه زمانی 2 ساله از مدل وبسایت، فاکتور دهی، مدل مکاتبات ما به زبان عربیه، به زبان انگلیسیه، پکیجینگتون، تمام اینا رو ما بر اساس استاندارد خارجی تعریف کردیم. گفتیم خب از الان به بعد
یعنی از سال 1404 به بعد ما میخوایم ورود کنیم به نمایشگاه‌های خارجی که بگیم ما هم هستیم. طبیعتاً ما حتی بخشای مالیش، شریک تجاریش، دپوی محصول رو رفتیم تو بازار مقصد جستجو کردیم. من نرفتم بدون اینکه هنوز ورود کنم انبار بگیرم. چه دردم میخوره انباری که فعلا نمیدونم مشتریم کیه و چقدره و کلی اجاره انبار بود. اما رفتم امتیاز دادم. به من بدون اینکه امتیاز بدم نمیتونم خیلی دوام بیارم اونجا. رقیب میاد اوتت میکنه. یه بار گفتی اصلا یک واحدی و رایگان رفتیم تجهیز کردیم. اون تجربه خودمون بگو به نظر. دقیقاً. و برای اینکه یکی از پروژه ها یه پروژه 450 واحدی بود تو حوزه ویلا سازیه. ارتباط اولیه رو که ایجاد کردیم با اون مجموعه، رفتیم جلوتر گفتیم آقا اصلا ما نمیگیم بیاید با ما کار بکنیم. ما یه واحد رو براتون تجهیز میکنیم، حالا واحدهای دیگه تون هر شرکتی از ترکیه یا هر جایی اونم بیاد تجهیز کنه. کیفیت، قیمت و مدل تحویل، ستا رو بررسی کنید. این رو شما بررسی بکنید. اگه خوشتون اومد، ما دفترمون تهران، کارخونه‌مون تهرانه، میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. و خیلی جالب، بعد از 6 ماه ما یه قرارداد رو بستیم با این دوستان. بیمارستان هم همینجوری شد. ما یه بیمارستانی تجهیز کردیم توی عراق، تقریبا نزدیک 100 تا در ضد حریق براش تولید کردیم. دربای بیمارستانی یکم متفاوت هم استانداردهای خاصی داره. یارو هیچ جوره اعتماد نمی‌کرد. دلیلش هم داشت. با نافکای امارات ارتباط داشت، با ترکیه هم ارتباط داشت و اینا تو حوزه حریق پیشرو هم. اما گفتیم آقا 6 ماه رفتیم بیا کارخونه رو ببین با هزینه خودمون. با هزینه خود طرف آورد کارخونه رو ببین. خودمون ببین این چیزا رو شاید توی ساعت نمیشه همه رو باز کرد. ببخشید طرف میخواد از تو بخره. شما وقتی حاضر نباشی هیچ کاری بکنی، خب واسه چی باید از شما بخره؟ میدونین میخواد باید معامله کنه. چون رقبات این کارا رو میکنن همین الان، اصلا عجیب نیست. ایشونو دعوت کردیم و خیلی جالبه، 3 بار هم دعوتش کردیم. یه بار کارخونه رو اومد، یه بار دفتر رو اومد و یه بار بردیمش نمایشگاه که آقا اصلا بیا ببین محصولات دیگه ایران هم ببین. حتی یادم نمایشگاه ترمه بود توی اسپیناز. آره، بعد دوستان اونجا هم با ما مصاحبه کردن و گفتن شما نمیترسی پیمانکار آوردی اینجا؟ گفتم نه، اتفاقا پیمانکار از سمت من بیاد ببینه اعتمادش بیشتر میشه تا اینکه نگران بشن. ببینید آدم ضعیف ترس داره، بیاد 2 نفر دیگه صحبت کنه بره، اما آدم قوی هیچ نگرانی نداره. من الان مشتریای خودمو میخوام به شما معرفی بکنم، برید باشون کار کنید. استانداردش حتما داری، توانشو داری، اون رابطه خوبی، ارتباط خوبو ساختی، طرف همه اینا رو لحاظ میکنه. وقتی که اومد 6 ماه فرآیند رفت و برگشت، آقا اصلا ول کن اینا رو. ما یه دونه تولید میکنیم، با هزینه خودمون برات ارسال میکنیم، خودمون نصب میکنیم، بعد از اون تصمیم گیری کن. من با مدیر عامل اون کارخانه رفتم اونجا، در رو از شلمچه من زمینی رد کردم. یعنی ببینید یه جریانی داشت خیلی اینا رو من بیام تو کارگاه صادری تعریف کنم، به قول یکی از شما میخوای ما رو ناامید کنید. عزیزم آقا که خیلی سخت شد دیگه، نمیشه دیگه. خب ببینید در رو از کارخونه همدان بردم خرمشهر، هزینه های اینا رو دونه دونه دادیم. بعد یه ماشین گرفتیم با یکی از دوستان ما که ترخیص کاره و ماشین داشت توی شلمچه، کنار بارش رد کردیم چون فعلا بار صادراتی نیستش دیگه، یه سامپل داشته میاد. آره. بعد یه دوباره ماشین گرفتیم از بصره تا سماوه 350 کیلومتر اونورتر، نصاب از تهران بلیط گرفتیم اومد نصبش. چرا؟ چون ما برامون مهم بود نصاب خودمون باشه که کار درست از آب در بیاد. بعد که تموم شد تحویلشون دادیم، گفتیم حالا بعد از این ما در خدمتیم. و بعد از این اون دوستان زنگ زدن و با ما همکاری کردن و اون یه بیمارستان تو سال 1403 شد 4 تا شهرک. پس اگر من این ریسکو نکنم، اگر من این هزینه رو نکنم، اگر من این دیسیپلین رو نداشته باشم، اصلا منابعشو داشته باشم، بیاد من برم، خب میشه همون تجارت به زبان ساده یا تجارت در خواب. کارهای دم دستیه واقعا خواب. یه پارت میفرستیم، یه سودی میکنیم نصف نیمه، بعد دفعه پول اونو میخورن. ببین اصولا هم همیشه میگن دیگه، یعنی نه شما خیلی دوستان میگن عموم تاجرانی که میان تو داستان ضررهای سنگینی هم کردن، پولهاشون هم خوردن. و من همیشه گاهی میان با من مذاکره میکنم، مشورت میکنم برای صادرات. حالا من که مشاور صادرات نیستم، ولی تا حدی که میتونم همیشه سوال خیلی ساده میپرسم ازشون. میگم آقا حالا فرض کن مثلا شما با یک تاجری همراه شدی، قبول کرد، گفت آقا
ما 2 تا 3 تا سمپل از شما بردیم، راضیم، بی زحمت یه کانتینر بفرست بیاد. بله. راضی هم هستیم، اعتمادم داریم. گفت باشه، یه کانتینر پس ما خرید میکنیم، اینقدر توناژ خرید میکنیم. خب پولی که الان که نمیده که، میگه حالا جنس بیاد تایید بشه. میگم فرض کن اون رفت تو گمرک گیر کرد، چیزی که شما عادیه براتون این اتفاق دیگه، تو گمرک گیر کردن و اتفاقات و متاسفانه گاهی زیرمیزی‌ها و تغییر قوانین صادرات و همه این داستانا. میگم فرض کن یه بار رفت، ابی رفت، میتونی برگردی؟ خیلیش میگن نه خیلیه. از بین نرفت، رسید اونجا طرف دبه کرد. آفر. مگه همه آقا این کیفیتی که اصلا گفتید نبوده. طرف را ببینید الان یه تله‌ای واسه تجارت ما ایجاد شده توی یک سری کشورها. بعضی از آنالیزهای محلی رو موقعی که بار میرسه اونجا بهت نشون میده، میگه این بار مطابق این نیست. میگم آقا ما تمام این استاندارد رو رعایت کرد. ببین من نمیتونم کاری بکنم، پولتو نگرفتی، بارت هم رسیده کشور مقصد، هزینه حمل و نقلش، انبارداریش، خیلی هزینه های پنهان وجود داره. بعد طرف میگه ببین من نمیتونم، من که این بار رو نمیتونم بخرم چون من نمیتونم ازش استفاده کنم. انقدر کشش میده تا یه جایی که ببین 10 میکنه 2 دیگه مجبوری دیگه. مجبوری. شما به جای اینکه مثلا 10 میلیاردت بریم، یا آقا بذار 8 میلیارد بره 2 میلیارد حداقل بگیرم برگردم یه کاری باشه انجام. کاملا این تاکتیک مذاکره است و جدیداً این زیاد شده و ما متاسفانه انقدر بد رفتار کردیم، انقدر غیر حرفه‌ای رفتار کردیم. ببینید واقعیت اگر نگی خب چی میخوای بگی؟ مثلا گل و بلبلش کنیم. من میگم آقا اون روندی که تعریف کردیم، من میگم میخوای تعامل کنی یا معامله کنی؟ یه فرقی بین اینا وجود داره از نظر خود شخص بنده. تعامل یعنی ادامه داره، یعنی حاضری یه جا هزینه کنی، یه جا فداکاری کنی، یه جا نادیده بگیری، ریلیشنشیپه، بلند مدته. معامله آقا من اینو بهت میدم، چی بهم میدی؟ ترانزکشن دیگه، پول بده بگیریم خداحافظ. اگر شما میخوای وارد تجارتی بشی که توش معامله کنی، خب خیلی از این حرفا به درد شما نمیخوره. جنس بده سودی بکن. آره همون نمیدونم سوق المفتوح، سوق المسدود، چمدانیه، نمیدونم چجوری کانتینر پلم کن و خیلی از این حرفایی که یه تور ببر اونجا، کارفور بگردون یا تو لولو بگردون، تور بازدید بزن. اگه یه جا نه میخوای تعامل کنی، یعنی میگه آقا من الان این نقطه‌ام اما دوست دارم باهات کار کنم 1 سال 2 سال ادامه دار باشه، پس من با این ظرفیت فعلیم شروع میکنم باهات و در ادامه بهبودش میدم، خدمات بیشتری میدم، ارتباط بیشتری باهات خواهم داشت که این تعامله توسعه پیدا بکنه. یعنی من شریک تجاری حتی ممکنه با اون آدم در بیام. ما یه شریک تجاری داریم 1 سال هنوز با هم یه پروژه نبستیم، ولی از دور روابط ما خیلی کار کردیم. خودش هم فهمید آقا درسته ما با هم کار نکردیم ولی روابط ما دارن کار میکنن، پس ادامه میدیم این قرارداد. بلند مدت بوده نگاه. پس تو کشورهای عربی به ویژه عمان، فرهنگ، زبان ارتباطی، وقتی میگیم زبان ارتباطی یعنی فراتر از گویشه، یعنی خیلی از مدل تعاملات و غیره. حالا زبان عربی، زبان قانون، این که میگم زبان قانون واقعا یکم سرچ بکنیم، 4 تا قراردادی که با عمان کار شده رو بریم ببینیم. شاید نمیدونم لازم باشه یه کارگاه آموزشی بذاری که آقا اصلا مکاتبه به زبان عربی چجوریه. ببین خیلی از دوستان الان متاسفانه گول چت جی پی تی و ای آی دارن میخورن. طرف میره آقا یه نامه برام بنویس. بله عزیز من، این نامه بر اساس شرایط واقعی باید تنظیم بشه. خب چت جی پی تی که تو اون جلسه مذاکره نبوده، مفادش من میتونم چارچوب اولیه رو ازش در بیارم. من الان اوکی آماری یه سرچ بکنی میگه آمان 5.5 میلیونه، اینجوری ظرفیت تولید ناخالصش انقدر، فلان بنده رو داره، ولی شما باید بری اونجا اون باگ‌هاشو ببینی، راهکاراشو ببینی، عواملشو ببینی، ظرفیتشو ببینی از نزدیک. پس من اگر بخوام تعامل کنم بدون نقشه راه درست، من عمر مفیدم تو اون بازار کم میشه. ببینید یه سری شرکت ها هستن تا زمانی که اقامت دارن تا 1 سال 2 سال میتونن بمونن.
اما این عمر مفید نیست. شما با 1 سال 2 سال نمیتونی اونجا بیزنس صاحب بشی، نمیتونی اونجا اثرگذار باشی. که از دوستان ما چند وقت پیش رفته بود کانادا، 1 سال گفتش آقا من 1 سال بعد از اینکه تو کانادا سرمایه گذاری کردم فهمیدم که چیز ازم در نمیاد و اونجا هم چیزی برام در نمیاد. چون کانکشن 7-8 سال زمان لازم داره تا تبدیل بشه به یه چیز واقعی و اثرگذار. کانکشن تو کش بشه خیلی کار میبره. این که من 1 سال برم اقامت کانادا رو بگیرم، اقامت عمان رو بگیرم، اقامت امارات رو بگیرم، بعد فکر کنم خب الان اونجا یه خونه اجاره کنم، یه هوم آفیسش کنم، خود همین خطای فاحشه. اونجا شو نمیتونی از فضای مسکونی برای کارت استفاده کنی. ولی خیلی‌ها دارن این کارو انجام میدن. پس ببینید بسته رو من نشناسم، یه خطایی انجام بدم، اون خطاه اول کار در نمیاد ولی بعداً برای من درد سرساز میشه. پس اگر من اون ظرفیت موجود، ابزار موجود، ظرفیت پیش روم یا مطلوب، ابزار مورد نیازم و در آوردم، من نقشه راه هم میتونم طراحی کنم و بر اساس زمان روند باید باشه. حالا اینجا میدونم که بر اساس این نقشه راه من میخوام معامله کنم یا تعامل کنم و بعد از این من میرم سراغ عوامل مؤثر بر محیط یا تو محیط که میشه همون فرهنگه. اصلا ما فرهنگ در مذاکره رو جز اولویت‌های اصلی یادگیری و مذاکره میدونیم. شما تو فروش اگر مخاطب تو درست نشناسی ممکنه بهش اطلاعاتی بدی که اصلا اون لحظه نیازش نیست. اگر تو بازاریابی ندونی که آقا نیاز واقعی الان چیه، مثل میمونه شما الان تو ماه رمضان من هی بیام بگم آقا من آب دارم برای خوردن الان، مثلا این چای خیلی خوشمزه. خب ببین نمیخونه. شما وقتی تو ماه رمضان میری اونجا مثلا تو روز طرفو دعوت کنی یا میخوای ببینیش، فوله، کار نمیتونی بکنی. شما وقتی مثلا ساعت اول صبح ساعت 6 به طرف میگی صبحونه، اصلا اونجا تعریف نمیشه، تازه 10 چشاشو باز میکنه کجا کارم. بعد خیلی از معاملات اصلی، خیلی از تجارت اصلی تو فضای خودمونی اتفاق میفته، سر سفره است. به ما الان یه عالمه هیئت تجاری میره میاد، یه عالمه مثلا نمیدونم کارگروه، اتاق بازرگانی، همه اینا محترمه ها، ولی واقعیتش فضای اصلی کار اونجا یه فضای خودمونیه. باید برای طرف قابل لمس باشی، باید برای طرف محرز بشی که اینجا ارتباط داری، ریشه داری، حامی داری، یه نفری اینجا تو رو میشناسه، کاملا نگاه اون قبیله‌ای است، دسترسی داری. طرف اگر یه روزی تو رو نبینه به فلانی زنگ میزنه، فلانی کجاست ندیدمش. یه بار خیلی جالبه، زنگ زدم به یکی از همکارام تو دفتر، چرا امروز علی نیومد؟ گفتم بابا من کار دارم، من میخوام برم دنبال کارام. بسا یارو ببینید چون به من زنگ زد جوابشو ندادم، به دوستم زنگ زد و علی نیستش امروز نیومد. خیلی برام جالب بود، من از اینا نکته میگیرم. پس من اینو باید لحاظش کنم. پس اگر من بخوام از عمان، کار تو عمان، توسعه بیزنس تو عمان و ظرفیت ارتباطی عمان استفاده کنم با سایر کشورها جا، یه پیش زمینه من باید داشته باشم. حالا یه پیش زمینه اصولی علمی استاندارد کسب و کاره، همین چیزایی که گفتیم، استاندارد سازی مناسب، و یه پیش زمینه ارتباطی، زبان دیگه الف باشو باید بدونم. خیلی از عمانی‌ها نمیتونن انگلیسی صحبت کنن. پس من اگر این چیزها رو یاد بگیرم، نمیگم تاجر میشم، موفق میشم، آماده شدم تازه، اما ارتباط اولیه رو دیگه میشه برگزار کرد، میشه ایجادش کرد، اون تعامل اولیه رو میشه داشت و بعد از ظرفیت اونا واقعا میشه استفاده کرد. خیلی از دوستان ارتباط میگیری، شریک تجاریت میشه، با آفریقا کار میکنی، اون طرف حساب آفریقایی میشه، با عربستان کار میکنه، اون طرف حساب عربستان میشه. و عمان، حالا نکته آخر بگم، قوانینش خیلی متغیره و خیلی سفته، خیلی داره به روز میشه مدام. دقیقاً. یعنی اگر کسی مرتب قوانین رو بررسی نکنه، یهویی ممکنه دچار چالش‌هایی بشه که از قبل تعریف نشده بود. و اینو اگر لحاظ نکنیم، ببینید اونجا خیلی کم میشه کارهای غیر قانونی انجام میدن، قویاش انجام میدن، ولی به نظرم نمیشه رو حساب این که آقا بعدن قانون دور بزنی، یه جا خلاف کنی، جریمه بدی و اینا بری جلو. ما دیدیم خیلی از دوستان فکر میکنن ایرانه، آقا حالا آشنا پیدا میکنی زنگ میزنی. اتفاقا عمانی‌ها خیلی محتاطن،
که اصل رابطهشون، اصل اعتبارشون، اصل کپون رو هر جایی نسوزونن. میگم طرف میگه هر جا کار داشتی به من زنگ بزن، ولی هر جا یعنی یه جای مهم. آره خیلی مهمه. ایوه خیلی عالی بود، خیلی جالب بود. و میگم نکته‌ای که کاملا من هم ادراک کردم از بازار عمان در گفتگو با دوستانی مثل شما یا دوستان دیگر اینه که بهترین فرصت هست شاید برای همون داستان ری اکسپورت و حضور در اونجا برای توسعه دادن بیزینس به کشورهای بسیار گسترده. خب همین قرارداد تجارت آزادی که عمان داره با دنیا میتونه ما این امکانو بده که بدون گمرکات صادرات داشته باشیم به خیلی کشورها. و کما اینکه میگم ما این سمت داستان خیلی شفاف صحبت کردیم، ولی به این معنی نیستش که کسی میتواند یا نمیتواند. چرا؟ فرد بره بررسی کنه، روابط درستی بسازه، به قول معروف خاک خوردن رو قبول کنه، 2 سال 3 سال تو عمان بتونه کنار بیاد با فضای زندگی در عمان. اصلا گول این جمله‌ای که عمان شبیه دبی میشود رو نخورید. قرار نیست این بشه دبی. تسهیلات و تجهیزات و امکانات و زیرساخت بسیار بسیار گسترده شده. به قول خودت توی عمان شما تو همون ترددت هم باید فکر بکنی. قرار نیستش که دم به دقیقه مثل اتوبوس و تاکسی و مترو و همه اینا باشه. این سختی‌ها رو اگر قبول بکنه بله بسیار فرصت خوبی است برای اینکه ورود پیدا کنی به یک بازار بسیار بزرگتر. اوریجینت هم دیگه عمانه، امکان صادرات توسعه پیدا میکنه. و دقیقاً همونطور که گفتی من هم بارها شنیدم که عمانی‌ها مردم بسیار محترمن و با ایرانی‌ها رابطه خیلی خوبی دارند، در حالی که من هنوز خیلی دوستان هم میگم اینو تایید میکنن تو عمان توی دبی هنوز اون نگاه عرب عجمه شاید یه جاهایی تو میبینی، نگاه بالا به پایین. تو تجار عربستان شنیدم این هست، ولی تاجران عمانی خیلی رابطه بهتری دارن با تاجران ایرانی. ولی خب با اون واقعیت عمان بریم وارد این داستان بشیم، نه اینکه با 4 تا فکری که حالا بریم خونه‌ای بخریم و بریم یه دونه شرکتی ثبت کنیم اونجا تجارت کنیم. نه، به نظرم این یک چاه خطرناکی میشه. برای ارتباط و حالا مشاوره گرفتن از شما از چه مسیرهای دوستان میتونن اقدام کنن؟ خدمت شما عرض کنم که خب ما مجموعمون القائد لتطویر الاعمال بیزنس دیولپمنت توی عمان هستش. دفتر ما قبره است. خب اگه دوستش من پیجم هست، پیج اینستاگرامم salialavi.ir و شماره عمانی هم هست 968 919 411 82 از طریق واتساپ. بله. و حالا دوستان ما معمولا راهنمایی میکنیم دوستان. آره واقعا ممنونم ازت که وقت میذاری. بحث بخواد مشاوره بشه، راهبری بشه، تخصصی بشه، اون اصطلاحاً چارچوب خاص خودش رو داره. به هر حال خب باید روند خودش رو طی بکنه، اما صرفاً حالا راهنمایی اولیه خوشحال میشیم یه کار اثرگذار و ارزشمندی انجام بدیم. حالا پیج و شماره رو ما زیرنویس هم میکنیم که دوستان داشته باشن. خیلی ازت ممنونم. صادقانه و واقعی صحبت کردیم. امیدوارم که برای دوستان هم مفید بوده باشه. ممنونم که ما رو در قسمت دیگری از فرامرز گپ همراهی کردید. ما در قسمت‌های قبل و گفتگوهایی که داشتیم سعی کردیم کشورهای مختلفی رو پوشش بدیم درباره صادرات و تجارت، مثل هند، مثل سوریه، مثل قطر، مثل حوزه کارایی، مثل روسیه، و سعی کنید این قسمت‌ها رو هم حتما ببینید و حتما این پادکست رو به دوستان خودتون هم توصیه کنید تا با یک نگاه باز، شفاف و واقعی وارد حوزه تجارت بین‌الملل بشن. از شما ممنونم. خدا نگهدار.